مدل از BMW که دیدنشون تقریبا غیر ممکنه. وقتی حرف از سرعت، پرستیژ و مهندسی بی‌نقص میاد، خیلی سریع یاد برند BMW میافتن. اما جدا از مدل‌هایی که همیشه تو خیابون می‌بینیم، آیا با اون مدل‌های خاص و کمیابی که تولید محدودی دارن هم آشنا هستین؟ این 5 مدلی که دیدنشون خیلی نادره. توی رتبه 5 BMW زیوان قرار داره که به خاطر درهایی که داخل بدن جمع میشن معروفه و فقط 8000 تا ازش ساخته شده. توی رتبه 4 مدل Z8 هست که حتی جیمز وان هم انتخابش کرده بود و فقط 5703 دستگاه تولید شد. رتبه 3 میرسه به BMW M1 که تنها 453 تا ازش ساخته شده و بیشترش دست کلکسیونرها. رتبه 2 مربوط به BMW M5S هست و اما رتبه 1 قبلش لایک و ساب یادتون نره، ماشین نوستالژیک دوران بچگی BMW E46 M3 GTR که فقط 10 تا ازش کل دنیا تولید شده. به نظر شما کدومش خفن تره؟